میدونی اولین بار کی آدم‌ها شکلک ساختن؟ منظورم اون صورتک‌های ساده است که فقط یه چشم و یه دهن دارن، همونا که با یه نگاه حال آدمو میگن. سال 1999 یه طراح ژاپنی به اسم شیگاتاکا کوریتا نشسته بود پشت میز، یه مداد دستش، یه عالمه ایده توی سرش. میخواست یه زبان تصویری بسازه برای یه سیستم پیام رسان ساده، نه برای سرگرمی، برای انتقال احساس. 176 تا شکلک کوچیک طراحی کرد: خورشید، قلب، صورت خندان، صورت ناراحت، آتیش و غیره. همشون ساده بودن ولی پر از معنا، یه جور زبان بی کلام که همه بفهمنش. همون صورتک‌های ساده یه روز شدن زبان مشترک میلیاردها آدم، از ژاپن تا نیویورک، از واتساپ تا توییتر. ایموجی‌ها شدن بخشی از حرف زدنمون، یه جور امضای احساسی ته جمله هامون. داستان ساده‌ایه ولی نشون میده یه ایده کوچیک اگه درست بیان بشه میتونه دنیا رو عوض کنه.